گیلا گیلا بیا رفقه ایده بیا پسر بیا تو دیگه راه برو رفقه بیا دیگه رو بگذارو با اینا سر میکن علف اینا خوب کاره میکنی چی گپای دیگه نه نباشی دیگه خوبی چرا چکر نزدی خوب جایی لیه یه چرخیم اینجا آدم تا شام باز هستیم خودتو سیکو سمایه 8.5 میده آه 8.5 هفته 8 جمع 8.5 خوبه دیگه 8.5 خرجم سواده لوکسی همیت جای مال کسی مسار نمیشه گیلا کی میگم میت جای بر که مسار نمیشه نه خرجم میده سواده خوبه دیگه بعد روزا رفقای قومایی نمیایه به گوسپندا گیلا. نمیایه تو گوش که کما بگم سیکو بعض روزا گوسپندا نمیاره اینجا میاره قولا میکنه قولا میکنه کباب پخته میکنه بوی تافی هسته که چی بگم با من دمی که بری میشنیه با برکو ایت چی بگم او میگه بگیر ما کاکوجی سیدی هست تو گیله او مرتکه میگه خانه میآیم دیاره دیگه اینجا رنج خانه میآیم معلمی علفار به دستگاه میدرم یه دقیقه گوش کش رفیق دیگه همیتا شروع کردی همی کفتارا صاحب کار تو که هسته همی دمقاشوقی ها میفهمی که دونام همی سفید مقبوله که هسته دمقاشوقی؟ همونا خوش میشناسم دمقاشوقی از چپسوز و سرخبال و دمسوز هست بگو نمیفهمه کفتار ایدم بال میکنه میگه میپرانه و تو پولم میدون خو برو از امو سفیدا مقبوله که یکی بریم بگیر بیار به چنده؟ ما هیچی نه بگیری با خواهد کن سیدیه؟ خلیفه بیای با چی میگه؟ چی میفهم میگه خدا میدونه بپریده برفته تا شام کفترا برو هوایه هیچی نه بگو من خبر ندارم تو بیار بده دستم تو کار نداری دیگه بگو من خبر ندارم که چی که بگو من خبر ندارم من بزو هیچی نمیگم کن بخی همینجی بیش تو نه نظر میشه خوبه نمیام میفهمی خلیفه می چی میگه میگه که کدونا بگیری سفیدا خاص می 2 تا 100 تا چیزا مقبوله که هست یک از اونو دم قاشوقی میفهمی کدونا میگم من قاشوقی که نون میخورم من امرا آفرین امرنگ مینوه خلیفه میگه مردم که میاین اینجا رقیفا قوم خشا هر کس که می پیش ایونا نبر پیش گوسپند پیش کفترا نبرک پیش بزنام میگه نبرک که نظر چیش اینا میگه چیش از اینا خر میترغونه نه ما نمیرم تو برو فقط امور بگیری بیاری خوبه چیشا تو کوینک داره شهر شاید خر بترغونه همینجا بشی تو خیلی گاویت درگی لگرفه زود باش خلیفه هم ببینه میگم ما چون مثل که بجوندم بجسته پر کشیده برفته بیا وردی آنه آفرین خوبی همون که گفتم همونه با شوقیه یا کفگیری نچه یاله به دستم دیگه با خود نگیله آفرین چی رقمه شیر دیگه بزن قدش نه اگه نه پرس از تو دیگه توی چی نگو بریو نه چی میگم من میگم البته به هوا کردیم برفته برات کار خلفته اصلا بگو من خبر میگم برفته بخونی قوما خو نگیم که امرو کی آماده با باغچه نه نمیگم آفرین برو کار نداری گیلا نه برو پولارم برو بزن به خوب بدن هرچی میگو خوب است میشه خداحافظ فعلا چیزی خوب امیت گم نشه خفه نشه گلا در ایوونه نمیشه خلیفه بیا چی میفهمه میگم بجسته بپریده او میگه تو دوزی تو اینجا چی میایی؟ کی هستی تو؟ با باغچه به چی میایی؟ کفتر خو آمدم گرفتم این کفتر از تو نه؟ بله تو تا حال دیگه به ایرات همی کفترها رو بدیدی؟ خود منو بپریده بیون گیلک رفیق مانه اینجا کار میکنه تو دوزی تو چی؟ تو دوزی چی بابا کفتر بیامدم گیلک صدا کردم بگرفتم کفتر این کفترها دوم قاشوقی که مینا یلا کو کفتر یا خود منو بپریده بود گیلا بیا تو از کجا هستی کاکا تو؟ معلوم برار کفتر بیامده بود اینجا بیامدم بگرفتم کفتر تو اشتباه کردی که مدی کفترها دون قاشوقی با خارج رای کردم اینا از جای کردم یا خود منه مید بخریده بودم بده کاکا کفتر صبر کنی بیا گیلک تو بیا
بعد کفتار مرتکه مسخره بعد کفتار گوش مر کن اپر رو باز 1 ساعت با براده بگردم رارو یعنی انگلات ایکی نه اینجا کی؟ ایکی نه اینجا بیا از این مله بالایه. مله بالاه با تو نگفتم که کسی به تابخچی من نغزری که من صد رقم مرغ و کفتار اینا دارم که بده کفتار مر بگیری با خدا خلیفه بیا من خودی به من پولی داده. یه روز میایه. چه دروغ میگی مرگ چرا دروغ میگی؟ من حروم خوریم. خلیفه. ساعتی دارم فکر خاشقی میکنه جورینا به می ایراد نی اینا به من خارج تو میکنه کسی خواهد دروغ بدم دروغ ساعتی میگی که من بداده. کفتار مر بیام و در زدم در آخه بی عقل ساده نافهم با تو چند دفعه گفتم که پیار خور باغچه نغزری که منیو زاد من امیر ندیدی آخه توی بفرختی بدی به صدری به کفترای که من خارج نی کردم خدا از گفت صد روپیه میدم تو خرج کن. اگه مرتکب تو ازری به بده باغچه را میفریشی بریو برو کاکا جو برو که تو تا وکیل محل ندادم برو بیدی شو بیدی شو بیا برو آدم کلون کتی دوزه تو سکو به خط تو قیافه خو خجالت نمیشه میگم شکم پیار تو با نون دخ سیر نیه تو رم اینجا بیاردم به عنوان همسایه داری 100 رقم کمک کرد به تو ما میکنیم دوست رفیق میای به تامی باغچه هر چیزی به تو میده تو بس فکر نکردی که اینجا من خلیفی منه من اینجا مرغ دارم کفتر دارم گوسپند دارم بوزنه دارم هر چیزی اینجا دارم این باغچه ما به امکانات به اختیار تو گذاشتم تو رفیقا خور میاری اینجا این رفیق منی خود گفت تو 100 روپیه میدم هیچ به خلیفه تو نمیگم. آخی بگو بچه استبعا رفته. من دیگه نمیفهم که طعم قفس کفتر بیرون نمیشه بگذار بیا که من کفتر رو صاحب کنم ببرم این مثلا چیز اینجا بستکی خب میگم تو همین فکر نکردی که 5000 روپیه کفتر تو به 100 روپیه میدی بردارم به من خلیفه خود گو میجه گو به خلیفه او بجه او هم مثل تو همیت بیاغله فکر کردین که من مثل شما همیت بیاغله هم من نمیفهم که کفتر محتا قفص بیرون نمیشه بات کردم خلیفه بعد چرا به قفص بات کردم به درد من نمیخواد بات کردم خلیفه ما یه 8.5 ساعت هفتگی خور بگی دگر رنگ تو به زندگان نبینم هست دگر طور ببینم نه امروز بعده بیری شو خیلی بات کردم. اصلا من میگم تا امروز قیامت بعد کو بیری شو بده اصلا گناه خود منه که من میت سادار بیارم تا این باغچه خو چیه جرابا من بمونده. برو بردارک زود باش برو زودی بیای بیری شکتور دگه نبینو عجب گیری کردین خودی عزیب بیاخ آنه پیار من چه کار گیلا؟ چرا سرکار بیامدی؟ ها؟ چرا سرکار بیامدی؟ ها؟ بابا ها؟ کام پس کشیم می سلام میبریم. ها؟ بابا میرم از اون خلیفی ما هر روز بونه میگیره. چرا چی خاطر بونه میگی؟ ما چون خاطر خود کفترا خودشون میگه تو کفتر بازی میکنی اینجا هم صاحبی اومد کفتر ملاق شده بیا کفتر بگرفتن کو بالا بیا چپسوز بده بالا دمسیا. ها؟ انا چیز کو بیا اومد اینجا با کلمه قدادت میکشه تو پیار تو شکم تو بنون دو خسیر نیه شکم تو پیار تو بنون دو خسیر نیه ما به خاطر همسایه داری داشتم شما بیاردم اینجا آوردم تو هر دم یک دمه چون رفیقا خود میاد یک دم یک کفتران ما چون عوض میکنی بدل میکنی دیگه تو اگه اینجا دیدم نیه همسایه میگم ما چون بالا میشه با بالا بوم بالا میشه اینجا چیکار فلان میته بونه لکمل بیرو کرد میگو با تو از کی فتات کفتر باز شدی؟ کی کسی نیست پرسون کنه بابا ما کفتر باز نشد مرتکب یا ما گم لگه چپسا بده بالا دمسیا ها؟ میگو تو از کی فتات کفتر باز شدی؟ ها؟ بابا او بونه میگیره چی بونه میگیره؟ تو اگه تو منافقی نکنی بونه نمیگیره مرتکب سمو مشامل کار میکنی بس هم تو چی نگو حالا با بونه گیری داره با تو چه رفیقا خود طبخش میبری؟
طبق میبری رفقا منم بچه کاراتونه دو روز عملا تمیان کم چی بخوریم تو خریجی دارم چون میوه خریجی مرگ بخورم اینو همین تو را اثر کنم تو جواب میده تو بونگیری میکنه تو رو بدر میکنه دست تو گفتن که دست برا پا برا باش میگی حالا بیا مدی دیگه تو رو در که ها وای 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 من لا حول ولا میتونم چی واسه من میتونم کار سر زنو تو از که فتر تو چه کفتر بازی میکنی تیز میری به سر کارخانه اینو برو مسارا دوری پس میام پیشی بده پیش کی پیش خلیفی تو بابا لوکه جواب داد آنه برو من خودی گپ میزنم خب پولامه خب باشه پولا تو داده ما میره خودی گپ میزنم برو بده با تو بیا مدی با تو نگفتم دیگه نیایی پیار من میایم بیای پیار تو اونو بیا بابا با پیار خود بردی پیار من گفتم برو من گپ میزنم سلام علیکم نانا خوب ما خیلی سلامت پیار هست در بسته کو بیا و داخل گیلک چه کار کرده گوت میره در کده بخشنو گیلک چی ماما جو کفترا خیریجی که به ما خارج برار مره کرده خب اونا رو یک لنگ کفتر دوم قشقی که به می ایراد نیه خب با داده به 100 روپیه امروز مرتکه کفتر به دستی و اثرا به ده باخچه به در میشد که من بدیدم خدا بابا ملامت نیم ای خود بچه که گفت بگو بجسته تو صبر کن چوبا چه کنیم مامان امروز من خیلی تا بس ما تحمل از این خیلی کردم همین جگاه گلا لیلی مجنون دارم همر بکنده قشقال کرده یک روز میایم که رفیقا خور بیاورده که تو بازی باغچه توت خیریجی داری توت میخورن گفتم خیره باشی هم جوان دل به دنیا داره یک روز دیگه بیام اونجا بوزنه داره ما هر چیزی داریم شاید به شما بگفته باشه بوزنه بیلو کرده به تا کوچه اونجا به خود سیلی تیار کرده که به چام به جون بوزنه سنگ میزدم ما باز هم گفتم خیره باشه به خاطر شما به خاطر که آدم غریبه همینجا چاری بشه امروز بیامدم که کفتر من به 100 روپیه فروخته و مرتکه بزو گفته که بگو برفته کفتر آیا ما به اندازه می به چشم هم عقل ندارم که کفتر به تا قفس بیرون نمیشه ما تیر مامان رو سه کنیم ما دیگه اگه پدر داشتم ما به باغچه خب مزدور نمیارم ماما دیگه خیر اصلا امکان هیچ نفهم بیاغل تحمل کنه هیچ امکان نداره تو چی فکر میکنی خود گفت خود چی گفت گفت بگو بجه سدی گفت خواهد گفت بجه از او پرسان کنیم بگیم به من میمون میاد چیخ زر عزت و احترام چیخ زر پول و دگه گوشت و دگه من خبر دارم پولار میدم دست مادر خو 10 و 20 میدم دست مادر خو 30 50 میدم دست پیار خو مادر به غلق میده پیار ما بس به بالش تا بالش میکنه پیار به پولار به تا بالش میکنه پولا کلونه حالا دیگه هم به تا بالش انا برو تار مادر خو نخ کنه بله انا برو تار مادر خو نخ کو مزن آرش کو زنونه ام بده مامان امروز اگه چای میخوریم ما به خدمت یارو تیار باشم جو معذرت میخوام خیلی شما ببخشید بچه میکرده اشتباهی کرده خیلی بده بده دیگه شای نکو دیگه برو دیگه کامیون نصیحت کنیم مامان امروز بیا پیار هم اثر خودی حالا با پیار بیامده به ارز التماس که من والله بچه من نمیفهمم چه کارم من بیزارم تیرم اگه من پدر داشتم دیگه کسی به باغچه خونه میارم به عنوان کارگر